ادامه مبحث اکشن اسکریپت ها باید بگم ما انواع توابع داریم که میایم در واقع اونها رو استفاده میکنیم برای چی؟ برای اینکه بتونیم به اون برنامه‌ای که در حال اجرا شدن هستش، به اون برنامه‌ای که داره در واقع یه کاری رو برامون انجام میده بفهمونیم که ما میخوایم بیایم چی کار بکنیم و معمولا اینها رو از طریق اسکریپت نویسی به برنامه حالی میکنیم. ببینید بجز این بحث که شما میتونید بیاین روی هر فریمی در واقع کلیک راست کنید که من توی قبلی بهتون گفتم شما میتونستین بیاین در این قسمت روی فریم سی تون کلیک راست کنید و دستور اکشن رو بزنید و بعد تابع مورد نظرتون رو بنویسید. بجز این بحث شما میتونید وقتی فریمتون رو انتخاب میکنید از منو ویندو بیاین این قسمت دستور اکشن رو از اینجا انتخاب کنین و باز کنین، یعنی هیچ فرقی نمیکنه، هم با کلیک راست رو خود فریم انجام میشه هم از منوی ویندو انجام میشه. اما اینکه ما چه توابعی داریم و هر تابع چه کاربردی داره خوب دقت کنین. ببینید تابع استاپ برای متوقف کردنه. شما روی همون فریمی که میخواین این تابع رو مینویسین و روی همون فریم وقتی که اجرا به همون فریم رسید متوقف میشه. یه دونه داریم go to and stop. ببینید وقتی شما این تابع رو مینویسین این تابع شما یه آرگومان ورودی داره، یعنی توی اون پرانتز باز و بسته جلوی تابع باید بهش یک آرگومان ورودی بدی. این آرگومان ورودی معمولا شماره فریمی هستش که شما میخوای بگی آقا روی اون فریم برو و متوقف شو. مثلا من روی فریم سی هم میخوام بهش بگم نگاه وقتی رسیدی به فریم سی متوقف نشو، از روی من بپر برو روی فریم مثلا 15 و اونجا متوقف شو. پس go to and stop روی یکی از فریم ها نوشته میشه که حالا توی اون فریم توقف انجام نمیشه، بلکه توقف روی فریمی انجام میشه که من توی این آرگومان ورودی شماره فریم رو گذاشتم. مثال از استاپ براتون توی کلیپ قبلی در واقع حل کردم، اما مثال برای go to and stop ببینیم چطوری میشه. من میام روی همین فریم سی که اینجا براش کد نویسی کردم کلیک راست میکنم، اکشن رو میزنم، تابع قبلی که نوشته بودم استاپ بوده. این دفعه نمیخوام استاپ باشه، میخوام بنویسم go to and stop. خوبم دقت کنید تابع go to and stop ای اندش بزرگه، استوپش هم اسش بزرگه. کوچیکی و بزرگی حروف رو حتما رعایت کنید. ما بقیه حروف در واقع کوچیک هستن. آیا این تابع آرگومان ورودی داره، پارامتر ورودی داره؟ بله. من میخوام شماره فریمی که وقتی به فریم سی رسید برگرده روی اون متوقف بشه رو اینجا وارد کنم. مثلا من بهش میخوام بگم تو روی فریم 15 متوقف شو. خب میام اینجا شماره 15 رو وارد میکنم و بعد کنترل اس میزنم، حالا اجرا میگیرم، کنترل اینتر اجرا میگیرم. ببینید توپ میاد، ببینید برگشت، یه دور دیگه اجرا میگیرم. دقت کنید ببینید قبل اجرا دقت کنید فریم 15 اینجا میشه، یعنی توپ اینجا قرار داره. فریم سی اینجاست، یعنی توپ میاد پایین. فریم یکم اینجاست، پس این شد فریم یک، این شد فریم 15، این شد فریم سی. من روی فریم سی میخوام بهش بگم به من که رسیدی برگرد بیا روی فریم 15 متوقف شو، یعنی اینجا. خب حالا یه کنترل اینتر میزنم، اجرا رو ببینید میاد روی سی برمیگرده رو 15 متوقف میشه. پس دقت کنین که هم استاپ هم go to and stop روی یکی از فریم ها نوشته میشه. استاپ پارامتر ورودی نداره چون توقف روی همین فریمی که داری کد نویسی رو انجام میدی روش انجام میشه، ولی go to and stop پارامتر ورودی داره چون که شما داری کد نویسی رو روی یکی از فریم هایی انجام میدی که نمیخوای توقف روی اون انجام بشه، بلکه میخوای توقف روی یه فریم دیگه انجام بشه. پس اون شماره فریم دیگه رو که حالا اینجا 15 بود توی قسمت go to and stop وارد میکنی. خب اینم از این.
اما بریم سراغ بقیه توابع. یه سری از توابعی داریم به اسم پلی که تابع پلیمون به معنی اجرا کردنه. خب کاربردهای خاص خودش رو داره، چیز سختی نیست، فقط کافیه پلی بهش بدی و در واقع این هم آرگومان ورودی نخواهد داشت و معمولاً اون در واقع اجرای نمایش شما از اون فریم آغاز میشه و این کاربردهای منحصر به فرد خودش رو داره. یه دونه گو تو اند پلی داریم که این گو تو اند پلی خیلی بیشتر از پلی کاربرد داره، چون پلی از روی همون فریمی اجرا رو شروع میکنه که الان روش هستی، ولی گو تو اند پلی میاد اجرا رو از فریمی شروع میکنه که تو به عنوان آرگومان ورودی شمارش رو قراره توی این پرانتز وارد کنی. الان من مثالش رو براتون حل میکنم. ببینید من وقتی یه دونه روی این قسمت هستم و یه دونه اجرا میگیرم، کنترل اینتر، اجرا از فریم 1 شروع میشه به فریم 30 میرسه و بعد میره روی فریم 15 متوقف میشه. خب من نمیخوام اجرای من از فریم 1 شروع بشه، میخوام از فریم 15 شروع بشه. باید چیکار کنم؟ اول از همه کدهایی که برای فریم 30 نوشتم رو من پاک بکنم. این قسمت اکشن، کدهایی که اینجا نوشتم رو پاکش میکنم که دیگه کدی روش نباشه. و دقت هم بکنید وقتی که شما یک کد رو میاین مینویسین، اینم پاکش کنم که ما دیگه کد نویسی نداشته باشیم. وقتی شما میاین کد نویسی میکنید، حالا من الان کد رو پاک کردم، ولی وقتی کد نویسی میکنید روی اون فریمی که کد نویسی انجام شده یک علامت A انگلیسی کوچیک ایجاد میشه. اگه اون علامت A انگلیسی کوچیک روی فریمتون بود، یعنی اینکه اون فریم کد نویسی شده. حالا من که برای فریم 1 میخوام کد نویسی کنم، اون علامت A انگلیسی کوچیک رو بهتون نشون میدم. پس من یه دور اجرا میگیرم. ببینید الان دیگه هیچ کد نویسی ندارم، توپ از اول میاد تا آخر، استوب در جایی هم نداره چون هرچی اسکریپت نوشته بودم پاک کردم. حالا میخوام بهش بگم آقا به جای اینکه از 1 میری روی 30، از 15 برو روی 30. حالا 15 کجا قرار داره؟ 15 اینجا هست. ببینید من وقتی روی فریم 15 میزنم 15 میشه اینجا. 30 کجا؟ 30 میشه اینجا. یک هم که میخوام براش کد نویسی کنم بگم از 1 اجرا نشو، از 15 اجرا شو. برای اینکه بهش بگم از 15 اجرا شو میرم روی، دوباره دقت کنید، لایه اکشن. لایه اکشن فریمی نداره، براش فریم میسازم. کلیک راست، کی فریم. چرا کی فریم؟ باز تکرار میکنم به خاطر اینکه اسکریپت نویسی همیشه روی کی فریم ها، روی فریم های کلیدی انجام میشه. من یک کی فریم ایجاد کردم، حالا میخوام روی فریم 1 میخوام براش یه اسکریپت نویسی کنم. اکشن رو میزنم، براش دستور مینویسم. میخوام بهش بگم go to، یه دقیقه اینجا میخوایم بگیم go، داره بزرگ مینویسه، کوچیک میخوام بنویسم go to and اش بزرگه، play پیش بزرگه، آرگومان ورودی هم داریم. بله رو فریم 1 نوشتم ولی نمیخوام اجرا از فریم 1 باشه، رو فریم 1 دارم دستور میدم، میگم برو به فریم 15 و از اونجا اجرا رو انجام بده. پس شماره 15 رو اینجا میذارم. سمیکالون رو حتما آخر دستور میذارین تا دستورتون بسته بشه. اگه سمیکالون نباشه دستور بسته نمیشه، پس اجرا نمیشه. کنترل اس میزنم، ذخیره میکنم و این اکشن رو میبندم. حالا میرم اجرا میگیرم. قبل اجرا من بیام اینجا، شما رو فریم 1 رو نگاه بکنیم بالا، ایناهاش اینجا یه علامت A انگلیسی ظاهر شده. این علامت A انگلیسی در فریم 1 یعنی این اکشن نویسی شده، اسکریپت نویسی شده. خب حالا اجرا میگیرم، کنترل اینتر. ببینید همش از 15 داره میاد توی 30، از 15 میاد به 30، یعنی از 1 نمیره دیگه، از 15 به 30 همش اجرا تکرار میشه. حالا یه چیزی من میخوام بهش بگم باشه از 15 میری به 30 برو، ولی وقتی رسیدی به 30 دیگه متوقف شو. پس توی 30 دوباره دستور استوپ رو براش مینویسم، استوپ بدون آرگومان ورودی. چرا آرگومان ورودی نمیذارم؟ به خاطر اینکه آرگومان ورودی نمیذاریم چون میخوایم توقف رو همین فریم 15 که من دارم براش کد مینویسم انجام بشه. کنترل اس ذخیره،
اکشن رو میبندم. حالا اگه نگاه بکنید ما هم روی فریم 1 یه دونه علامت انگلیسی داریم که توی فریم 1 گفتی به جای من برو از فریم 15 اجرا کن. همین که اگه نگاه کنین روی فریم 30 یه دونه علامت انگلیسی داریم که بهش گفتم به فریم 30 که رسیدی متوقف شو. و همه این فریم هایی که کد نویسی شدن در لایه اکشن هستن. همه این فریم هایی که کد نویسی شدن ایجاد شدن از نوع کی فریم و اکشن نویسی یا همون اسکریپت نویسی شدن. حالا من اجرا میگیرم. اجرا باید از فریم 10 بره به از فریم 15 بره به 30 و دیگه بر نگرده دوباره به 15 همون 30 متوقف شه. کنترل اینتر. 30 اومد. نگاه کنیم یه دور دیگه از 15 میاد روی 30 و 30 متوقف میشه. تمام. این شد اجرا. خب من بعید میدونم چیز دیگه مونده باشه که بخوام یه کلیپ در واقع جداگانه ضبط کنم. به خاطر همین رو همین کلیپ باقی مونده هرچی که هست رو دیگه جمع‌بندی میکنم، توضیح میدم. ببینید من در رابطه با استوب باهاتون صحبت کردم، در رابطه با گو تو اند استوب باهاتون صحبت کردم، توضیحاتش رو دادم. اگر جایش مبهمه توی کتاب کاملا واضح توضیح داده شده به چه صورت هست. در رابطه با پلی صحبت کردم، گو تو اند پلی رو گفتم که معمولا روی یه فریمی می نویسیم که میخوایم اجرا از یک فریم دیگه شروع بشه. و باز دوباره تاکید میکنم، تاکید 100% دقت بکنین که گو تو اند استوب و گو تو اند پلی آرگومان ورودی دارن، حتما دارن. این دوتا آرگومان ورودی دارن ولی در واقع استوب و پلی آرگومان ورودی نداشتن. بعد در رابطه با در واقع پری فریم یا حالا پری فریم هم بهش میگن. در رابطه با اینها اگر بخوایم بیایم توضیح بدیم، توضیحی که من براتون دارم این هستش که ما معمولا از نکست فریم ها استفاده میکنیم برای اینکه دستور اجرا از فریم بعدی رو بدیم و از پری فریم استفاده میکنیم برای اینکه دستور برگشت به فریم قبلی رو بدیم. ببینید اینها جزء مطالعه آزاد هستش. برای پروژه هایی که یه خورده سنگین تر هست بیشتر کاربرد داره که اگر که نیاز شد و خودتون دنبالش رفتین و نیاز به توضیح بیشتر داشتین مراجعه میکنین که در رابطه با این دوتا مبحث بیشتر براتون توضیح داده بشه. ولی برای در واقع امتحان کلاسیتون و برای کلا همین پایه‌ای که الان هستیم پایه 11 پری فریم ها و نکست فریم ها یعنی تابع پری فریم و نکست فریم زیاد کاربردی نداره. به صورت کلی اگر بخوام بهتون بگم فقط این هستش که شما وقتی که میاین و مثلا در این قسمت میاین مثلا میخواین یه فریم یکی دارین میخواین یه کدنویسی بکنین، وقتی که میخواین کدنویسی مربوط به این قسمت رو انجام بدین میان یه سری دستورات رو مثلا میگی اجرا از من باشه ولی مثلا برای ادامه اجرا برو به فریم بعدی، بعد اونجا باید شماره فریم بعدی رو بهش بدید چون داری میگی نکست فریم. یا اینکه نه شما توی فریم 30 هستی و میخوای یه قسمت‌های از اجرا بگی برگرد به فریم قبلی و اون فریم قبلی رو اجرا کن. اونجا وقتی بهش میگی پری فریم یعنی شماره فریم قبلی میای مثلا عدد 25 رو میذاری که میگم حالا این رو اگه خودتون به صورت جداگانه خواستین کار کنین میتونین مراجعه کنین و اشکالاتتون رو بپرسین. یه نکته کوچیک دیگه هم که باقی مونده، ما یه سری کدهای آماده داریم. ببینید من میام روی مثلا فریم 1 میخوام کد آماده استفاده کنم، از منوی ویندو همین قسمت دستور اکشن رو میزنم. این قسمت ببینید اینجا بهش میگن کد اسنیپت. کد اسنیپت شما وقتی این رو بزنین یه قسمت داره در رابطه با اکشن اسکریپت. ما کدهای تایملاین رو نیاز داریم. شما کدهای تایملاین رو اینجا دارید. مثلا من استوپش رو انتخاب میکنم، دابل کلیک میکنم، ببینید تابع استوپ رو میاد برای من مینویسه. من میخوام ببخشید go to frame and stop رو بدم. مثلا این تابع رو اگر براش انتخاب کنم میاره قرار میده اگر که به شرایط در واقع کد من بخوره. کدهای آماده پس در این قسمت قرار داره. شما فقط کافیه که برای استفاده از کدهای آماده مجدد میگم بیای روی اون فریم مد نظرت، حالا هر فریمی که هست میتونی هم از خود در واقع چی استفاده کنی، از خود اکشنی که توی کلیک راست هستش
من میام اینجا کلیک راست، البته این خودش اینجا الان چون باز هست من اول اینو ببندمش، برای همین نمیاره. من میام روی فریم مورد نظرم کلیک راست میکنم، فریم 1. بعد براتون فعال نیست، علتش همین هستش که فکر میکنم در حالت بله من دارم لیر موشن رو انتخاب میکنم، منظور لایه اکشن هستش. من میام روی لایه مد نظر خودم که لایه اکشنه، بعد اکشن رو میزنم از این قسمت که گفتم بهش میگن کد اسنیپینگ، قسمت اکشن اسکریپت و تایملاین رو انتخاب میکنم و کدهای آماده در این قسمت قرار داره. خب امیدوارم که کلا مباحث مربوط به اکشن اسکریپت ها رو فهمیده باشین، متوجه شده باشین. اگر که سوالی بود در خدمتتون هستم، خسته نباشید.